سلام عرض ادب، چطورید بچه ها؟ خوب هستید؟ روزتون بخیر باشه. چه خبره؟ چیکارا میکنید؟ کار قاسمی چطوره؟ خوبید؟ آقا ما این دور رویال بزنیم. به به، فشاری بازی این داستانا. دوباره برگشتیم اومدیم اسپارچی بزنیم با هم دیگه. لیتس گو. ببینیم که این سری کلش رویال چه آشی برام پخته. لتباو. چه عجبی، بالاخره. به به، داداشیمون میم کلرم نداره. کلرم چیه من نمیدونم. بالون فرست پلی. خب من الان چی بندازم؟ چرا هیچی دست من نیست؟ چرا هیچی دست من نیست؟ اوه اوه، باید اون پکار رو دفاع کنم. پکار رو با چی دفاع کنم؟ نزن بابا مگه بدن. چرا فریز باید بکنی؟ یعنی برای یه دونه شات پکا. ببین من تو رو میکشم الان. کاش اسپریتو مینداختم. عجب آدم خریم من. فریز چرا کرد؟ بیا هم گم شو، تو هم خوشت اومده. دفاع کن، دفاع کن، دفاع کن. وای دفاع کن، دفاع کن. نه دفاع کن، نه واقعا دفاع کن. من واقعا دوست دارم دفاع کن. آقا دفاع کن. آره فریز بزن، آره فریز بزن. من یه فریزی به تو نشون بدم. دفاع کن، دفاع کن. یکی دیگه بزن، همینجوری بزنید. دفاع کن، دفاع کن. 3 میکنمت. اصلا با اون تاورت هیچ کاری ندارم. یه 3 من تو رو بکنم الان. ببین یه 3 بکنم تو رو من. اصلا برام مهم نیست چی میخوای بندازی. من تو رو خار و مادر 3 میکنم. وای 3 کردم. پکای مزخرفت با فریزت. داداش هم اسپارچی هیچ کاری نکرد. دیدید؟ به این میگن ترکیب برنده. ایزی بود این بازی. بازی بعد ایشالله یه لاگ بیت بخوره با راکت عالیه. زد ترین ترکیب ممکن میخوره بهمون. بالاخره آدم دوست داشتنی. داداش آدم گل. داداش اول بازی بی ام نکن. این چه الکترو ویزاردی بود. یا علی یا داداش لایت با همون شدت تو چشت. خیلی خب تو الان گاردت هم زدی. خب داداش خدا به دادت برسه. لایت هم نداری. خدا به دادت برسه. 3 میکنمت الان. راکت نزنی ها. راکت با لایت نبینم. وای داداش خدا به دادت برسه. کیک جلو دارمه. خدافز. Have a nice fucking day. بزن داداشم اسپارچی. یکی دیگه اسپارچی. بابا بزن دیگه. اوکی البته. خیلی خوب. الکتروویز داداشم. داداشم چول کردی؟ جدی میگی؟ اسخر بازی کن. یا علی حاجی میخوام یه حرکت خیلی خفن براتون بزنم. بی خیالش.
سفت بیخیال حمله، بیخیال دفاع. اصلا هیچ کاری با دفاع نداریم. ببین هیچ کاری ها. این لایت داره. یه دقیقه وایسی من که اینجا شل کنم. این الان لایت مگه نداره؟ گاردش هم مگه نزده؟ وایس. خب بچه به این حرکت میدید چی میگن؟ میگن ریدن. من الان به خوشگلی کامل ریدم. خب من این بندازم این اسکلت دراگیشم ببینن این زبان بکنم کلشون. گابلینا میزننش. دارک پرینس رو بندازیم وسط. این هم داره میاد سه کنه. آقا دوتا باید بریم سه کنیم. دوتامون میریم سه کنیم. چی بندازم؟ اسکیل خار و مادر. برید ای بابا فنا رفتم که. لاوا بمیر. لاوا پدر سگ بمیر. لایت میدانم. بابا باورم نمیشه. وای ارشیا فدای سرتون. هیپنو. واقعا اسپارکی بدم میاد. بالاخره بعد 20 سال. بچه ها لاک بد اینفرنو داریم بازی میکنیم. برمش کنیم. اسکلت داداشی. ای کاش یه طرف مینداختم. خب هیچ فرق نکرد. یه والکری از ته. حریف کنونر داره. این اصلا فوق‌العاده است. فقط این که اسپلش یارد فکر کنم. اسپلش یارد هم جالبه. ترکیب بامزه‌ایه. آره داداش بیا منم بنداز اونجا. یه لاگ میزنیم. لاگو زدم بچه. چرا؟ چون که مثلا چیش گرویاردش نمیرسه الان. برای همین زدم. بعد الان رو پرنسس اونور مجبوره چی بندازه؟ یه برای ما اینوری میریم. اروش دستش نیست. بنازم. دمیجمونو میدیم. اینفرنو باید بیبی دراگو بکشه قطعا. یه پرنسس هم میندازیم برای گاردز. ایزی. اصلا آموزش بازی. خب بعد از این چه آیس ویزارد بدی زد. چون که من میتونم الان یه دونه بزنم اینجا. اینم بزنم اینور. اشتاین اوت میشه الان. ابیلیتی افتضاح آشغالی. خب اسکلت بندازیم. بچه اسکلت اگه دفاع نکنن یه هیت میزنه. بمیر مرسی اسکلت. بتل رم چرا داری؟ متوجه نمیشم. بتل رم. مرسی ارو. قشنگ منتظر اروش بودم. خب خیلی چقدر دمیج خوردم. اوکی. مطمئن بودم لایت میزنی ها. ببین مطمئن بودم لایت میزنی. ارو داشت. خب رسیدیم بچه تقریبا. یعنی مشکلی نداره. فقط این بیبی دراگ تنها چیزی که داره من دمیج میزنه. خب والکریو برد خونه. والکریو برد کارگاسمیشو در بیاره. اسکلت داریم. آیس ویزارد مگه اسنایپره از اونجا داره میزنه. اسکلت دارم لاگم دارم. خوشت اومده این لاگ میزنی. چه ابیلیتیه. نزنه اونو. وای چرا لاگ زدم. این ارو میکنه من چی کار کنم الان. نداشته رو دستش خوب. این فرنو میندازیم بچه دو طرف رو دفاع کنیم.
بابا ببین والکریو چرا اونور زدم؟ ای بابا ای بابا، کیر 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 کیر. هیپنو داشتم تو رو از کمر میکشیدم. به به بالاخره خامنه ای. چه جالب. گود لاک داداش. همین الان اون کلام این چه ترکیبه؟ آها هیپنو. بابا لاوا همین الان خدایا. البته اوکیه، بدی نیست. لایک بگن لایک بگن. اینو بذاریم اینجا بچه ها. تورنیدو چرا داری؟ حالا متمرکز بی تربیت. چسبید 1 2 پام پام بوم بوم بوم. خانه ای عزیز شروع کردی؟ نه بابا داداشم گوه خوردم. بابا من چقدر آدم زود باوری هستم بچه. تو زندگیتون به هیچ وجه زود باور نباشتین. آقا دقیقا همین برای که سرمنوات سرتون میاد. چرا باید رندوم یکی بالون پرت کنه آقا؟ من نمیفهمم. وای این همه دمیج خوردم برای یه بالونش. اما این چرا داداش پرنسس اون بر آفرین. من میگم باید یه ریاکشنی به اون پرنسسشون بدی. دوباره برل. من باید اون تاور رو زودتر ازش بگیرم بچه، که 1% هم اگر حمله ای خواست بکنه ای کاش دارت گولینمو نمینداختم. دگر آها همه دفاع میکنی؟ یعنی اصل قضیه رو دگر نمیدانم. اوه مرسی داداشم تورگی وال بریکر. وای سر پول چرا بازی میکنی آخه؟ فقط خودم رو انداختم اون وسط. 1000 تا چی انداختم. بربر چی میگه؟ سطح اینو تورنیدوی که کردو. فلای ماشین پرنسس همو نمیزنی؟ بزن دیگه پرنسس. وای کنونم. من خیلی خفنم. این کنون خفن ترین کنون آموزشی که بود. فلای ماشین رو نزن. وای فلای ماشین. بزنید تاور رو. 92 تا. تو رو ابوالفضل مثل ویدیو قبلی نشم. تو رو خدا ویدیو قبلی خیلی درد داشت. متنفرم از ویدیو قبلی. برو برو. تو رو خدا بزن. سیکتیر کیر. ای خدا چه اسمی آخ. برای لیندازین دوباره آیپنو اومدیم. کارکاسه بی. ارشیا برلو همیشه باید اینور بندازی نه از همده چپ. یا علی ماینره نمیرا ماینر رو همون خورده. مرسی لاگه تو زدی. سطح این مجیک انداختن آنابانه. مجیک بلد. ها این اسنایپر از اون فاصله داره میندازه. اون تاور بیفته
عالی میشه. داداشم والکری مثل هم میشه تورگی. نمیدم بهش. بندازشونو بندازم. آیت فرید تورنیدو میکنم. خب ماینر میخواد بندازه. خیلی خب همین قشنگ دفاعشون میکنه. دفاعشون کرد. آره نونه نگرفت برات. بریم اکسیر دوباره برامه بگم دونه دستی کیه. من یه جوری دهن از تو سرویس کنم تو اکسیر دوباره بر. وایسا 20 ثانیه دیگه بهت میگم دنیا دست منه یا تو. یه وال بریکر بخش کنیم مجبور ششی بندازه. ماجیک نون نگیره فقط. خب یه دو طرفه خوشگل الان باید بریم. یه دو طرفه خیلی خوشگل و شیک. خوب بود خیلی خوب بود. عالی بود. ببین فوق‌العاده بود. پرنسس والکری نکش. آقا چیزی که به تو ربط نداره رو نکش. مگه من الان میتونم به این دمه بمیر ناید. والکری والکری چیزی چرا اونو کشیدی سمت خودت. یه بار گام شو تو هم بابا. خوششم اومده. آره ماجیک نزنی. ماجیک مادر تو. ماجیک وای ماجیک